صبح بخیر دوستای عزیز یوتیوب. امروز روز چهارشنبه دوستا 21 فوریه 2024. امروز تعطیلم، گفتم برای شما یک ویدیو بسازم. برای شما قول داده بودم که وقتی خانه تمام شد برای شما یک ویدیو بسازم که چی رقم قبل از این بوده به چی رقم تمام شده. اول قبل از اینکه ویدیو بگیرم باید یا آتشخالا رو ببریم بعد از این باز به شما ویدیو کامل میگیرم که چی رقم خونه در آمده. اول همین روز تعطیل خورد، خوب استفاده کنم یا آتشخالا نگاه کنیم. آتشخالا هر کس آمده بود، ایزوگام آمده اینجا انداخته، همه انداختن. تخته ها اینا رو باید ببرم نگاه کنیم. این چوبا اینا رو همه باید برم اول یک ماشین کرا کنم دیگه باز تا ادامه ویدیو با ما باشه. نگاه کنیم چی همه آشغال جمع شده اینجا. این به چای ترک کاملا ایزوگام خونه رو درست کردن، اینا همه اینجا انداختن. دیوال چقدر کثیف کردن، این دیوال باغچه ما چقدر کثیف کردن. اونا نگاه کنیم چقدر کثیف کردن دیوالا رو، باید دوباره رنگ شه. متاسفانه آدم تجربه خودی از این کارگران داشته باشه بعضی اینا خوب در نمی آین. یک شرکت از همشهری ها خود ما پیدا کردم، اول آمد ایزوگام کرد 2200 اون هم گرفت، ولی 2 روز بعد از 4 طرف آب می آمد. بعد زنگم کسیده مسئولیت قبول نکرد و هیچ دیگه. همشهری خود ما 2200 سرماکولا گذاشت، ولی خوشبختانه دیگرها هم خوب بودن، برقیا و لولکش و دیگه کارگرها واقعا عالی بودن. خب اینا رو ببرم باز ادامه ویدیو نگاه کنیم. اول دوستا برم یک آهنگ بانخیل میگن اینجی هلندیا پمپ بنزین ها اجاره میدن، برم یک اجاره کنم. بعد از اون کم کم بیایم شروع کنیم ببریم که انشالله تا شب تمام شه. آتشخالا تا خونم جمع شه که یک روز خوبی داشته باشه امروز. رسیدیم به پمپ بنزین. از این اننگ بخنا لازم دارم نیستا. همیشه من میام به اندازه کافی داره، رزرو لازم نیه که بکنیم. ولی اگه 100% میخوایم که باشه یک روز جلوتر زنگ میزنیم برای شما رزرو میکنه. دیگه برم از این مدل هایی که بسته است از اونا بگیرم و ببینم که کدوم که بیتره. اینا یکم بلندتره، این یکایی که 2 تا لاستیک داره اینا کوچولوتر معلوم میشه. همین 4 تایی ها فکر کنم بگیرم بیتر باشه. اینا که همه یک مدل، اون طرف هم هسته، این مدل هم هسته. فکر کنم این مدل هم باز باد نباره وسایل ها، بعضا از این پشمچیش های احتمالا باد میباره. اون سربسته های بگیرم بیتر باشه شاید. Ik verwacht hem zo van eind van de middag. خب این فرم رو بعد اول فرم قرارداد اینو بعد نوشته کنم بودم بعد بریم تحویل میده. Wordt de huur verrekend met de borg. Ja? Overgebleven bedrag krijgt u contant terug. اوکی. Ja. چون این آسر گرفتم دوستا، قیمتی هست 42 رو. تا ساعت 1 رو به 9 شب اجازه داریم استفاده کنیم دیگه. اگه فردا صبح بیارم باز یک 5 رو اضافه میشه. باشه ببینم چی رقمی. قلفی رو وا میکنیم از اینجی، قلف داره. این قلفی رو وا میکنیم از اینجی دیگه. من نمیتونم ویدیو بگیرم، ویدیو رو استوب میکنم. این رقم میدیم پایین.
خب کش میکنیم از اینجا. هنوز هم باید بالا بره. الان آزاد شد دیگه. الان باید یک نفر باید یه گل بدم پشت ماشین وصل کنم. سه عزیزان از این مدل ها میخوام بگیرم. همین فکر کنم همین خوب باشه. این سیمای رو وصل کردم. یک سر به اینجا وصل میشه، یک سر به اون طرف وصل شد. برو ماشین روشن کنم، راهنما اینا ببینم کار میکنه. باید خودم کنترل کنم که باز پلیس ما جریمه نکنه. خب راهنما رو بذارم ببینم کار میکنه. اصلا راهنما سمت چپ زدم. اون طرف سمت راسته. سمت راست کار میکنه. باشه این طرف رو بزنم. این طرف هم اگه کار کرد دیگه درسته. این طرف هم کار میکنه. بریم عجیبی شده بچه‌ها. وقتی راهنما رو میزنم سمت چپ ماشین راهنما میزنه. نگاه کنه ماشین سمت چپ راهنما میزنه، ولی این آهنگ آخر ما سمت راست راهنما میزنه. این چه عجیبه. من سیمار اشتباه زدم. باید برم چک کنم که خطرناکی رقم. حالا آمدم پرسیدم از این مگه این سیم استفاده کنم. شاید مشکل از سیم باشه. سیم رو عوض کنم. خب این هم تحویل گرفتیم تا ساعت 1:09 شب وقت داریم. او کوچکترای بوده که 37 روزه تا همون 1:09. این 42 رو بوده. یک کمی بلندتر گفتم احتمالاً تخته ها بلند. ما کوچیکا جا نشه. این بزرگ گرفتم دیگه، از این بزرگتر ندیشتر دیگه. بریم باز بخیر ادامه ویدیو ما نگاه کنیم. لایک و سابسکرایب نمیکنیم دوستا. لایک و سابسکرایب بکنین که آمار کمی بالا بره، که برای شما کمی بیشتر زحمت بکشم اطلاعات بدم. قد سرفه میکنم و سردرد هستم دوستا، ولی بازم یک روز تعطیل رو باید استفاده کنم، چون حدوداً 4-5 روز خونه تموم شده، ولی آشغالا داخل خونه همینجور داخل باغچه مونده دیگه. آدم اگه همش به تأخیر بندازه هیچ کار پیش نمیره. باید این کار هم انجام شه. مریضی، سردردی، هرچه هستی باید این کار بکنی دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشم آمده باشه دوستا. ادامه ویدیو رو هم نگاه کنیم، لایک و سابسکرایب هم بکنیم. ویدیو حدوداً 100 نفر ویو میخوره، بعضی ویدیو 1000 نفر ویو میخوره، ولی آمار سابسکرایب ها کم خیلی به صورت کم بالا میره دیگه. سابسکرایب کنین که برای من کم انرژی بده، بیشتر زحمت بکشم، هم برای خود هم برای شما دوستا. خیلی علاقه دارم که ویدیو درست کنم. واقعا خوشحال میشم که حمایت کنیم کانال یک کمی تعداد سابسکرایب ها بالا بره دوستا، که من بیشتر انرژی میگیرم، بیشتر تولید محتوا کنم. خب رسیدیم نزدیکای خونه دوستا. این میلان خونه ما نمیفهم از دیروز چرا بسته کردن. فقط از این طرف میلان میتونیم داخل شیم، اون طرف که بسته فقط از این بر دیگه. ببینیم که تمام میشه این کارا ما امروزیانه. اینا بچه هم بس خب جدا شه، مثلا چوب جدا باشه، پلاستیک جدا باشه. خب این نوبت اول بریم باز تا نوبت دیون. اینجا آمدیم بچه ها بسته. ما به المیرا 3 تا لوکیشن داریم از این ریسایکلینگ پرونو.
اینجا آمده میبینیم امروز تعطیله ولی دو جا دیگه خوشبختانه گفت بازه. بریم و دو جا دیگه نگاه کنیم که اینا رو بندازیم. رسیدیم به سایکلینگ پرون المیراپورت دوستان. اینجا خوب خوشبختانه بازه. ببینید خلوت شلوغه. قسمت چوبا باید بریم. چوبا هم سمت چپ. همین به ساعت هفته هم هستیم و چهارشنبه بودم شلوغه. خب بار پیاده کردیم دوستا. پیاده نه دیگه بار خالی کردیم تخلیه میگن. بعد بریم دونو بعد دیگه هم فکر کنم باید بیاریم. اینجا دوستان مجانیه با اولند هرچی آتاشخال کارهای ساختمانی که میکنیم اگه شرکتی نباشه میتونیم بیاییم مجانی اینجی بندازیم. منتها دیگه چوب جدای جای کاغذ جدای میبینیم کاغذ جدای پلاستیک جدای سنگ به اون طرفه همش جای جدای. روزهای دوشنبه تا روز جمعه بازه از ساعت 9 تا 5 است. بریم نوبت بعدی رو بیاریم. لیزی اسین ما هم خراب کردن پر از غیر کردن. این هم مجبور شدیم پرته دور بندازیم. نرو کنیم چیکار کردن پر از غیر و اینا دیگه این هم بیکاره شد. مثلا دارم نگم شاخ شد پر با غمون این تقریبا همچین چیزیه. بعد دیوم هم پر شد. این رادیاتور ها میتونستیم به مارپلاس بفروشیم ولی حوصله رو ندارم. اینا رو میندازیم بهش خیلی. تا نوبت سوم تا 5 باز الان ساعت 2 دیگه فکر نکنم نوبت بعدی بشه. نگاه کنیم اینجا دوستا لاستیک اینجی خیپس میگن برسی نمیفهم چی میشه. اینجا سنگ اونجا هم سنگه اونجا شینه دیگه داره خلاص میشه دیگه. همین ماشینا دوره میکنن از این هم که میرن باز میگه دیگه از اون طرف بیرون میشه. هر کس گرفتار خود ببینید بده اینجا منتظریم که از اینجا بیایم بیرون. رام رو بند کردم فعلا دیگه. نوبت سوم نشده. نوبت سوم اونجا وسایل برقیه. این چراغ قرمز یک چیزی یادم آمد اتفاق وحشتناک سال 2018 افتاد دوستا. این سمت چپ یک خیابونی بود. دو تا موتوری مسابقه می‌زدم ساعت 12 شب می‌خواستم سمت راست به اتوبان برم. و جلوی تسلا برابر شد موتوری اونجا 4-5 متر بهتر افتاد. هلیکوپتر آمد، آمبولانس آمدن تا 2 سال 3 سال من ترامادش داشتم. واقعا تصادف وحشتناکی که دومی چاره واقعا هر وقت یادم میاد خیلی وحشتناک بوده. رسیدیم به محله خوشگل خیلی بود. کنیم انواع و اقسام خونه اینجا تا هر کسی به مدل خود خوب سلیقه خود خونه درست کرده. این میلان پشت خونه ما دیگه مهندسی هلند رو گفتم به شما نشون بدم. کسایی که به ایران افغانستان شاید جالب باشه برای شما. وای خدا چقدر امروز کار کردم دوستا. روز خیلی پرکاری بود. خب همینجور که برای شما قول داده بودم بیایم بریم نگاه کنیم که خونه چی در آمده. قول هلندیا به لفت ما کش خولدن، یعنی که وقتی آدم قول میده آدم قرضدار میشه. بیایم بریم با هم ببینیم که خونه چی در آمده.
دیگر رو نگاه کنیم که وصل کردیم در قرمز شد در سفید. خب بالاخره بعد از یک نیم ما برنه‌ای دوستا هم از خونه ما این هم آشپزخونه که ویدیو دیدیم 750 رو خریدیم. یخچال داره، یک کمبی مخنیترول داره، بعد دیگه همه چیز کمپلیت بود، فقط یک ماشین لباسشویی که لازم داریم این باید بگیریم. دیگه حجاب هم از این حجاب از این موضوع داره. بعد حموم همین زدیم، حموم همینه. این هم از مارک پلاس گرفتیم 75 رو برقیه، میخواستیم رادیاتور بزنیم منتها این مدل بیتر شد. بعد اینجا هم دوشه، بعد اینجا هم یک واسط تافل میخریم هنوز پیدا کردن، اونم از مارک پلاس پیدا میکنیم. همون واقعا استاد سراب واقعا دست نظر نکنه، اگه نیاز داشتیم تلفن استاد سراب به شما میدم. از تاجیکستان هم استاد سراب تقریبا هم یک مکنی مامون ما بودن، این خونه اختیار کردن. واقعا کار ما حرف نداره، اگه نیاز داشتیم باز باید تلفن از اونا پیش ما هسته. خوبی که استاد سراب دارم کار تا تموم نکنم دیگه کار بعدی نمیگیرم، کار حتما تموم میکنم. مثلا این فورندیا یا دیگه شرکت های ساختمانی که هستن 10 تا کار همزمان میگیرن ولی کار تموم نمیکنن. دیگه این وقت خدا واقعا هم کارا بلد بودم، فقط کار رو کشید به یک همشهری افغان خدا دادیم. دیگه کار بردارم دادیم به یک آقای از سوریه بودن، از سوریه. دیگه کارا هم استاد سراب کردن، گفتم از تاجیکستان هم کار واقعا بلدم. این در این در نگاه کنید، این در این پشت حموم بوده، به اونجی بود در اونجی بود، در از اون که بکندم به اینجا بود در او به این طرف هم استاد، به اون طرف هم بود در باراش بوده، در باراش قرمزی بوده، او را بکندیم در کلان یک در دیگه وصل کردیم. دیگه لمینادا هم کلان تقریبا خونه دوستا بودن. فکر کنم حساب کتاب هنوز نکردم، فکر کنم یک 20,000 درآمد دوستا. بعد تو چا پرسیده بودن که بی خونه وام گرفتی تو چند وام میشه اینا. این برای از این خونه دوستا من وام جدای نگرفتم، این خونه کلا به بغل خونه ما چسبیده بود، باراژ ما بوده، یعنی چیز جدای ما برای از این خونه وام نگرفتیم. یک چیز اضافی بود گفتیم باش استفاده کنیم. اجاره رقم نگاه کردم حدوداً تا 1000 رو بین 800 رو تا 1000 رو یک استودیو، چون این رقم جار استودیو میگن، همه چیز خوردار، توالت داره. توالت رو شما نشون ندادم، توالت رو نگاه کنید، این توالت داره، حموم داره، آشپزخانه داره، باغچه داره، دیگه همه چیز مجهزه. اتاق نیه، این کلا در بسته، یعنی هر کسی که میاد به خود همه چیز شخصی خود داره، مشترک نیه، جداه. دیگه رادیات هم وصل کردیم، اسپورتس هم خیلی مقبول شده. واقعا استاد سراب سوپر. اگه باز با کمک نیاز داشتیم تلفن هم دارم، باز خود این رو هماهنگ میکنیم. کارهای کلوسی، کارهای فوتبالی داشتیم دیگه، فقط کش و برق اینا باز من خودم تلفن دارم، اینا رو میشناسم. کار رادیات هم باز سراب کردم. تشکر، امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. تا ویدیوی بعدی خداحافظ. سابسکرایب و لایک بسیار شما نره دیگه. امیدوارم که هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین. روز شما بخیر. خداحافظ شما.